خلاصه مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان در اخبار آزادی. سلام بیننده عزیز. امروز 31 ینور است. نگاه به سرخط خبرها. مفتی تاجیکستان گفت که با سفارش یک گروه افراطی به او حمله کردند و حمله‌گر از کرده‌اش پشیمان است. افراطی است دیگه، گروهی است، یک مجموعه زیادی هستند. گروه افراطی است. وزیر انرژی تاجیکستان گفت که ماهی آینده احوال بهتر می شود و مردم نیروی برقی بیشتر می گیرند. وعده تکراری؟ ممکن است در آینده از یک طرف کره زمین به طرف دیگری آن در 3.5 ساعت برسید. در امریکا هواپیمای فراسوتی را آزمایش کردند. دادگاه عالی تاجیکستان 3 نفر را برای حمله به مفتی تاجیکستان جزا داده است. سید مکرم عبدالقادرزاده گفت در مرافعه‌های دادگاهی معلوم شد که این حمله با سفارش یک گروه افراطی صورت گرفته است. بگاه 11 سپتامبر سال 2024 یک جوان در مسجد مرکزی با کارد به مفتی در افتاده او را زخمی کرد. خود او امروز در نزد ژورنالیستان حادثه را شرح داد. برادر یوسفی و ارشاد سلیمانی آنجا حضور داشتند. دادگاه عالی تاجیکستان علیه 3 نفری که به سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای کشور حمله کردند حکم صادر نموده است. دفتر مطبوعات دادگاه عالی به رادیوی آزادی گفت با دلیل قوای قانونی پیدا نکردن حکم دادگاه جزئیات آن آشکار کرده نمی شود. سید مکرم عبدالقادرزاده روز 31 ینور در یک نشست خبری گفت که خود او در مرافعه اشتراک نداشت. دوره اولی سود یعنی دعوت شد، من همون روزا بند بدم، نتوانستم رفته، نماینده خود رو روان کردم. نماینده گفتند که خیلی میگریست و پشیمان بود که من رو یعنی وسواس کردند، من رو یعنی تحریک دادند و گمراه کردند. من نفهمیدم که چیکار کردم. تا امروز سخن سری بازداشت یک نفر میرفت، اما عبدالقادرزاده اظهار داشت که حمله به او کار تحریض شده گروهی بوده است. افراطی است دیگه، گروهی است، یک مجموعه زیادی هستند. گروه افراطی است. عبدالقادرزاده نگفت که این گروه افراطی به کدام سازمان ها ربط دارد یا هدف اساسی آنها چی بود. همچنین معلوم نیست که این گروه از داخل کشور هدایت می گرفتند یا از خارج. حمله به سید مکرم عبدالقادرزاده روز 11 سپتامبر سال گذشته از سوی یک جوان در داخل مسجد و در بین نمازگزاران صورت گرفته بود. این جوانی که مقامات تا حال شخصیت او را آشکار نکردند و مفتی تاجیکستان با کارد در افتاده پیشانی او را زخمی کرد. آن زمان وزارت کارهای داخلی گفته بود که جوان بنابر احساس اوباشی و روحانی تاجیک در افتاده است. مقامات انتظامی میگویند یک جفتی را در شمال تاجیکستان دستگیر کردند که به قتل یک زن و بر رودخانه انداختن جسد او متهم می شوند. جسد زن را آخر سال گذشته در ساحل رودخانه سیر پیدا کردند. از بس که جنایت در روزهای مدهش قتل چند خانواده در کانیبادام رخ داد، مردم بسیار نگران شدند. فرزان محمدی با جزئیات بیشتر. نصرت الله سلیم زاده رئیس ناحیه به روزنامه‌نگاران گفت که از روی این حالت پرونده جنایتی باز شده است و تفتیشات را مقامات دادستانی ولایت سوخت پیش میبرند. شخصیت چون رزاق و نارینیسا سال 1988 اجاره نشین از شهری بوستان بودند. 2 نفر گمانبر با قصد آدم کشی دستگیر کرده شده، تفتیشات رفته شده است. منبع‌های رادیو آزادی که نزدیک به تفتیشاتند گفتند که این حادثه در زمینه رشک و مناقشه‌های عائلوی رخ داده است. محمد شاه اسکندرزاده سردار شعبه کارهای داخلی شهر بوستان در نشست خبری روز 31 ینور گفت که جنایت مذکور را در یکجایی با مقامات ناحیه باباجان غفوروف آشکار کردند. در اینجا زندگی میکردند با همراهی مردی که همزیست بودند، یعنی که همچون عائله دوم، عائله یکی اون نفر وقتی که از شهر مسکو از فدراسیون سیاسی گشته میبیاد، وقتی که عائله اولش اومده من میکند مناسبت را در نتیجه مناقشه میشد بین یکدیگر، در نتیجه مناقشه زن شوهر یک جا بوغی کرده او را میکشند و آورده در دریا در سیر دریا میپرتند. جسد نورنیسا رزاق و زمانی پیدا شد که در شهر کانیبادان کشتارهای پی در پی مردم منطقه را به تشویش گذاشته بود. از بس که دریای سیر از نزد شهر کانیبادان میگذرد، گمان میشد که این حادثه ها با هم علاقمندند، ولی مقامات رسما آن را رد کردند.
تا حال نظر پیوندان زنی کشته شده و گمانبران درباره حادثه معلوم نیست. در حالی که شکایت‌ها از لیمیت یا محدودیت نیروی برق در تاجیکستان بیشتر صدا می‌دهد، دلیر جمعه وزیر انرژی خبر داد که ماه آینده وضع دسترسی مردم به برق بهتر خواهد شد. مقامات تاجیکستان در گذشته بارها چنین وعده دادند، ولی واقعیت دیگر است. این بار وزیر انرژی چی گفت و برای تامین پوره مردم به برق چی نقشه‌هایی دارند؟ در گزارش علیشیر ظریفی و امیر ایسایف می‌بینیم. далер ҷумъа вазири энержӣ ва захираҳои оби тоҷикистон ваъда дод ки моҳи феврали имсол вазъи дастрасии мардум ба нерӯи барқ беҳтар хоҳад шуд. ӯ ин нуктаро рӯзи 30 январ ҳангоми як нишасти хабарӣ дар душанбе баён дошт. сатҳи резиш дар дарёи вахш ва сатҳи об дар обанбори баҳри кабуд, яъне дар нерӯгоҳи норак, мо дар назар дорем ки дар моҳи феврал албатта таъмини нерӯи барқ куллан беҳтар мешавад. чунин изҳороти вазир дар ҳоле садо медиҳад ки сокинон аз ҷумла бархе корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ шикоят мекунанд ки шабонарӯзе аз 4 то 6 соат бо барқ таъминанду халос. корбаре бо номи Саид дар шабакаи фейсбук навиштааст дар ноҳияи ҳамадонӣ 2 соат саҳар ва 3 соат бегоҳ барқ доранд. айни чунин шикоятҳо дар гузаштаам буд. далер ҷумъа вазири энержӣ ва захираҳои оби тоҷикистон дар посух ба пурсиши радиои озодӣ ки чаро вазъ чунин аст ҷавоб дод ки дар мавриди риоят нашудани реҷа сокинон метавонанд ба шабакаҳои тақсими барқ муроҷиат кунанд. тибқи иттилои расмӣ сокинон саҳар аз соати 5 то 8 субҳ ва бегоҳ аз 18 то 22, яъне 7 соат бояд бо барқ таъмин бошанд. бори охир рӯзи 28 декабри соли 2024 эмомалӣ раҳмон раисҷумҳури тоҷикистон дар ҳузури вакилон гуфт то моҳи майи соли 2027 норасоии нерӯи барқ дар кишвар пурра бартараф ва тоҷикистон ба истиқлоли комили энержӣ ноил мегардад. вазири энержӣ шарҳ дод ки чӣ гуна метавон ба чунин ҳадаф расид. силсила лоиҳаҳои бузург амалӣ шуда истоданд. аввалан ин худи ба кор даровардани дастгоҳи сеюми нерӯгоҳи барқи обии Рогун мебошад. иқтидори нерӯгоҳ 3 маротиба зиёд хоҳад шуд. ба назари ӯ бунёди нерӯгоҳи себзор ва таҷдиди нерӯгоҳҳои Нораку Қайроқум ва Сарбанд низ дар даст ёфтан ба истиқлоли энержӣ мусоидат хоҳанд кард. эмомалӣ раҳмон дар соли 2018 ҳангоми ба кор андохтан як чархаи нерӯгоҳи Роғун гуфта буд ки дигар дар Тоҷикистон камбуди нерӯи барқ ба афсона табдил хоҳад ёфт. вале аз он замон то кунун ин афсона воқеияте ки ҳар сол дар Тоҷикистон ҷорӣ мешавад. мушкили таъмини сокинон бо барқ ҳамасола дар фасли сармо шикояту нигарониҳоеро ба миён меорад. тибқи иттилои расмӣ дар соли 2024 дар кишвар беш аз 22 миллиард киловатт-соат нерӯи барқ тавлид шудааст. وزارت معارف و علم تاجیکستان دعوای سرگئی میرونوف وکیل ملتگرای دومای دولتی روسیه را به اساس خواند. چند پیش این وکیل گفت در تاجیکستان با پول روسیه کتاب نشر کرده ولی این کشور را غاصب نام بردند. مقامات تاجیکستان میگویند در کتابی درسی تاریخ چنین گپی نیست. تاریخدانها میگویند هجوم روسیه پادشاهی در آخر عصر 18 به آسیای مرکزی اصطلاح بود و حتی روس‌ها هم چنین میگویند. امیر ایسایف گزارش میدهد. وزارت معارف و علم تاجیکستان اظهارات دو وکیل دومای دولتی روسیه را که باعث بحث‌های گوناگون شد به اساس خواند. میخائیل ماتویچف و سرگئی میرونوف وکیلان دومای دولتی روسیه در اظهارات جداگانه گفتند در کتاب‌هایی که در تاجیکستان با پول مسکو چاپ شد این کشور را اصطلاحگر نامیدند. ما کتاب گرفتیم تحلیل کردیم. این کتابی صنفی 9 را در نظر دارد. کتابی تاریخ برای مؤسسه‌های تحصیلاتی شون که به زبان روسی است. ما کتاب با پرگی دیدیم اون سخنایی که میرونوف صدا برده است در این عموما وجود ندارد. نیستند. منظور وزیر همین سخنهای سرگئی میرونوف است. За наши деньги мы издаем учебники для школ.
از حساب پول خودمان ما برای مکتب‌های کشورهای دوست کتاب چاپ میکنیم. مثلا تاجیکستان را نمونه میارم. در شهر باختر مکتب تحصیلات همگانی به نام میخائیل واسیلیویچ لمناسف است. در آنجا فنی تاریخ مردم تاجیک برای صنف‌های 5 و 9 وجود دارد و این کتاب از حساب پول ما و شما چاپ شده است. در آنجا چنین موضوع است. موضوع چهارم، پایان استیلای آسیای مرکزی از طرف روسیه. استیلای آسیای مرکزی از طرف روسیه پایان یافت. موضوع پنجم، اوضاع آسیای مرکزی پس از اشغال روسیه. کی برای این جواب میگوید؟ این نام یکی از باب‌های کتاب است که وزیر معارف به روزنامه‌نگاران نشان داد و ادعا نمود که در این کتاب سخن‌های میرانوف وجود ندارد. مؤلف کتاب نماز حاتموف است. به نظر سیف‌الله مولاجان دکتر علم تاریخ در این کتاب روند استیلای آسیای میانه از سوی روسیه انعکاس یافته است. و مؤلفی و دانشمند بسیار ممتاز ما، دانشمند زبردست استاد نماز حاتموف هستند. ایشان درباره روند استیلا میگویند که این از خود کتاب‌های روس‌ها تکیه کرده. میرانوف مثل رهبر قبلی حزب لیبرال دموکراتی ولادیمیر ژیرینوفسکی با اظهارات تحقیرآمیزش نسبت به مهاجران معروف است. صحبت‌های اخیر او درباره محتوای کتاب‌های تاریخ به زبان روسی در تاجیکستان در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های را به میان گذاشت. در این بخش برنامه گزارشی از ایالات متحده آمریکا داریم. در آمریکا این هفته نخستین بار یک هواپیمای بلند سرعت را آزمایش کردند که از سرعت صدا زودتر حرکت می‌کند. امیدواری ها هم زیاد شد که شاید در آینده از این طرف دنیا با آن طرف دنیا نه در 10-12 ساعت بلکه از 3 تا 4 ساعت برسیم. هواپیما را در بلندی 10670 متر در شمال و غرب لس آنجلس آزمایش کردند. گزارش خبرگزاری رویترز را همکارم طاهری سفر تقدیم می‌کند. فرصت سفر با سرعت زودتر از صدا شاید یک قدم نزدیکتر شد. شرکت نوکاری بوم سوپرسونیک هواپیمای فراسوتی XB1 را روز 28 انور آزمایش کرد که صدایش از خود هواپیما عقیب میماند. آزمایش در فضای صحرای موهوه صورت گرفت. اولین بار است به یک شرکت خصوصی میسر می شود چنین هواپیما بسازد. چاک یگر خلبان معروف اولین انسان است که سال 1947 با سرعت تیزتر از صدا پرواز کرده است. هواپیماهای فراسوتی جنگی حالا یک چیزی معمولی هستند، ولی هواپیماهای مسافربری فراسوتی بیشتر از 20 سال است از پرواز مانده‌اند. از سال 2003 که هواپیمای کانکورد را به اصطلاح به نفقه فرستادند. هواپیمای آفریده بریتانیا و فرانسه اگرچه موفق اما سرخرج بود و بلیط‌هایش فوق‌العاده گران بودند. حالا بوم سوپرسونیک می‌خواهد جایگزینی برای کانکورد بیاورد. قرار است هواپیمای XB1 تا 80 مسافر را در 3.5 ساعت از امریکا به اروپا برساند. برای طی کردن این مسافت به هواپیماهای معمولی نه کمتر از 7 ساعت لازم است. بلیک شال مدیر شرکت میگوید حالا مقررات قانونی سد در راه چنین پروازها است. So it's really a regulatory constraint. Today we have one of the silliest. ما حالا یکی از قاعده‌های احمقانه ترین در جهان را داریم که اجازه نمی‌دهد هواپیمای فراسوتی بر فضای زمین پرواز کند، هر قدر صدایش پست باشد هم. ما کاری را سر می‌کنیم که کانکورد می‌کرد. در فضای مناطق اهالی نشین با صدای سست‌تر پرواز می‌کنیم که باز هم 20% تیزتر از هواپیماهای بوئینگ و ایربس است. در بالای اقیانوس 2 برابر تیزتر پرواز می‌کنیم. بوم سوپرسونیک امیدوار است قاعده‌ها تغییر می‌یابند و خرج هواپیمای آنها در مقایسه با کانکورد بسیار کمتر می‌شود. شرکت هواپیماسازی یک کارخانه نو را چند پیش در شهر گرینسبورو در ایالت کارولینای شمالی به استفاده داده است. 130 درخواست و فرمایش از شرکت‌های امریکن ایرلاینز، یونایتد ایرلاینز و ژاپن ایرلاینز گرفته است. ولی پیش از نشستن مسافران به هواپیماهای فراسوتی تحقیق و آزمایش‌های زیاده در پیش است. با پایان برنامه هم رسیدیم. در تلگرام و اینستاگرام، فیسبوک و تیک تاک و یوتیوب ایکس هم رادیو آزادی صفحه دارد. صفحه های رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی رو پیگیری کنید و به خبر نمونید. خدا نگهدار.